سلام بچه ها، امروز 18 مرداده. دقیقا من یه رب کاشتی. چرا؟ بگو. میل نزدم، نصف بارش هم نکردم. تو کردی؟ فقط روز نزدم. یارس ببینم یه اسپرسو دبل متشکرم. اونجا دقیقا توی خیابون یه بیمارستانه، بیمارستان نامه برم اونجا بستریت میکنم. چه بخشه؟ بیشوره نه؟ دیدی همه از دوربین دور خوشگلن؟ خب من جوری از جلو خوشگلم. تو همه جور زیبایی بیبی. بچه دوچار حادثه شدیم. حادثه دیده؟ بچه ما رسیدیم. خب چرا کمر هم؟ خدمت شما بچه انقدر خوشمزه است، انقدر خوشمزه است که من واقعا نمیدونم چی باید بگم. بچه خیلی خوبه. اگه اومدین کای حتما این رو سفارش بدین. اسمش چاپاتای مرغ سزاره، خیلی خوشمزه است. بچه ما هم کای بنک رفتیم، هم کای جردن، امروز هم که اومدیم کای شهرداری غرب. اصلا کلا همه آیتماش یه قضیه داره با کای جردن. بعد همه چیش به اندازه است واقعا. مثلا من آیس کارمل ماکیاژ یه جایی میخوام، مثلا یه موقعی کاراملش زیاده، یه موقعی تلخه، مثلا قهوه‌اش زیاده. ولی این اصلا همه چیش عالیه، یعنی واقعا باگی نداره، اصلا هیچ باگی تا الان ندیدم. محیط خیلی صافه، خیلی آرومه. البته داشت می‌بینیم ولی خب فاکینگ همه چیز الان بیشتر جو خیلی کوزی طور نیست. الان بیشتر جو ورزشکاراست. اول صبح نه بیشتر ورزشکار هست اینجا. همچه اول صبح هم نیست، دقیقی ولی خب خیلی نایسه. بزنیم اصلا نزده بودم. بچه الان اومدیم پلاتین. فرستارم. میشه تو ویدیو بگم که چرا استرس داری؟ نه چون آدم قسم من یادش نیم. داداش ویدیوی منی که قرار نیست ببینه، اسم نمیاد. نه میگم اون آدم من قطعا یادش نیم، پس چرا من استرس داشته باشم؟ آره ایزی گرل. من این دفعه که اومده بودم میخواستم از اینجا عطر بخرم، داداش هم نذاشت. چرا؟ یاران چه غریبانه. پایین پلاتین P1 2 موکتل سفارش دادیم و اصلا خوشمزه نبود. اصلا واقعا بدمزه بود. تبلیغ میکنم نیود. چینج کردم رفتم بذاری لباس به خدا میکشم. آقا چینج کردیم لباسامون، رفتم لباس خریدم. الان نشستیم توی کافه یه چیزی بخوریم که خیلی گشنمه، بعد دیگه برگردیم خونه. چی شد؟ رفتیم برگشتیم. ما رفتیم پلاتین. پایین پلاتین کافه کوزه هست، میرن کوزه‌گری کوزه‌گری داشت ببندش. میرن سفالگری میکنن. بایی گفتم چقدر داغونه. میرن سفالگری میکنن. ما رفتیم اونجا که بریم سفالگری، ولی بیشورا گفتم باید قبل رزرو کردیم، الان رزرو کنیم مثلا چند روز دیگه میتونیم بیان. خلاصه که نشد. بعد ما رفتیم خود کافه کوزه، خود اون کافهه. به بچه ها نگی. بعد فاکینگ همه چیش بدمزه بود. بدمزه فاکینگ. خوردیم بچه ها. ما 2 موکتل خوردیم ولی واقعا بدمزه بود.
سال بعد بمونم خونه تا امروز حذف کنم. داشت مثل سال دیگه میام بیرون. لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره. کلی دوستتون دارم. خداحافظ.